دیگه سوال هست مرحبا. و آخرین سوالم این بود که آیا ورود مال و مواد از چین پس از اعلان کرونا ویروس چقدر کم شد؟ منظورم در ماه ینور و اول ماه فوریه امسال نسبت به سال 2019. تشکر. دیگر سوال نداریم. چون این حالت‌ها در نشست‌های مطبوعاتی امسال زیاد به نظر می‌رسیدند، رهبران بلندپایه برخی وزارات اداره‌های دولتی با هر راه کوشش می‌کردند از پاسخ دادن به سوال‌های جدی خبرنگاران خودداری کنند، عمومی گویی می‌کردند و یا اصلاً سوال را نادیده می‌گرفتند. اصلاً همون سوال‌هایی که سال‌های سال بی جواب بودند بازم بی جواب می‌مونند. در بعضن موردها اون پاسخ‌هایی هم که داده میشد تا اندازه قانع هم می‌کرد، ولی در عمل می‌بینید که همون مشکلات بعد از نشست مطبوعاتی هم همون پرابلم در همون اداره هنوز هم ادامه میکنه. نشست‌های خبری برای روزنامه‌نگاران بخصوص خبرنگاران رسانه‌های مستقل یگانه راه گرفتن اطلاع از شخص اولی وزارت اداره‌ها است که دوام نیم سال به آنها دسترسی ندارند. اما بعضی خبرنگاران میگویند حتی در نشست‌های مطبوعاتی نیز نتوانستند به سوال‌های خود پاسخ مشخص بگیرند. در بعض نشست‌های مطبوعاتی همین چیز مشاهده می‌شود که خودی همون راهبران یا مسئولین همون نهادها کوشش میکنند که در اطراف نهادشان بعد از نشست مطبوعاتی سینساتسیا یا ولوله نشود و همین خاطر پاسخشان همون طرز میشود که به اصطلاح نه سیخ سوزد و نه کباب. خبرنگارانی که در نشست‌های مطبوعاتی فعالانه اشتراک کردند میگویند در کمرنگ گذاشتن این نشست‌ها تنها مقامات را عیبدار کردن درست نیست، چون بودن روزنامه‌نگارانی که بدون آمادگی به این نشست‌ها می‌رفتند و سوال‌های نامشخص می‌دادند. مثلا سوال‌های کانکریت داده نمی‌توانند، سوال‌های عمومی است یا که سوال‌هایی که وابسته است به زندگی شخصی خودشان، وابسته است به یگان نزدیکانشان و متاسفانه بودند حالت‌هایی که من حس کردم بعضن سوال‌ها از جانب ژورنالیستان سوال‌های فرمایشی هم بودند.